برای ایجاد یگان دروغ میگه جنگی با خود جنگی با حجاب نه بلکه همون شما یگان صف کردن است هم قضا لباس شده هم تنگیز لباس شده یا بگیم عرب لباس شده ترکمن لباس شده ما لباس خودمون خود نداریم شما میگید که ما میگیم صدر حجاب صدر حجاب کلمه عربیه صدر حجاب به معنای صدر یک پرده پوشوندن یک صدر یک عیب پوشوندن که کلام صدر عیب پوشوندن سوی عیب پوشوندن حال کلمه که صدر حجاب ایمانی است به معنایی که امروز که پیایی میکنن از تمام میپوشونن محکم میکنن و فرنگی میکنن یا نقاب میکنن منظور همین صدر حجاب ایمانی است ما دور ما میکنیم دعوتگرای بی حجابی دعوتگرای الحاد و بیدینی سخنانتان در موازین اعمالتان ثبت شدگی است در روز قیامت یکه جواب میدی که تو چه کدام کلمه در گرد میز گرد از شبکه شیطانی نشر شد عزیز زبانت بله یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم حق گفته بس اوقات یک شخص یک کلمه را تلفظ میکنه و با واسطه او کلمه در قعر جهنم میره در حالی که آدم باکی نداره به گفتن او کلمه لیکن او موجب میشه برای از اینکه در قعر جهنم باشه. امو تو رست